شریف رمضان امسال نیز به تاجیکستان امرو با موج نوی افزایش نرخ‌ها وارد شد. نرخ یک کیلو گوشت بنا به خبرها به 65 سومانی و یک قوطی تخم به 35 سومانی رسیده است. همین طرف نرخ کیلوی بادرینگ تا 15 سومانی و پمیدور تا 20 سومانی بالا رفته است. برخی از ساکنان سوداگران بازارها را سبب اساسی بالا بردن نرخ‌ها می‌شمارند و بر اینند که سوداگران به خاطر به دست آوردن درآمد بیشتر به طور صنعی خودشان نرخ‌ها را بالا میبرند و فکر ثواب این ماه شریف و به جیب به این هم تهی مردم بیچاره را نمی کنند. اما عبدالخلیل خالقزاده صاحبکار شناخته تاجیک و مدیر بیمارستان ابن سینا در یک مطلب در صحیفه‌اش در فیسبوک نوشته است بالا رفتن نرخ بازارها چندان به میل و خواهش سوداگران وابسته نیست، بلکه جنبه و عامل‌های اقتصادی دارد و از افزایش طلبات در بازار آب می‌خورد. به عقیده صاحبکار تاجیک تنها دو راه گرفتن پیش راه بالاروی نرخ‌ها وجود دارد. راه اول به بازار وارد کردن این مواد از سوی نهادهای دولتی با نرخ ارزان میباشد. این راه استثنایی است و در موارد خاص از قبیل زمان جنگ، پاندمی و غیره از آن استفاده بردن ممکن است. پیش از همه این راه به بودجه بار اضافی می آورد. دوم، یک عامل فساد است و سوم به فرشکسته شدن فروشندگان محصولات غذایی آورده می تواند. خلاصه این راه ضد اقتصاد بازاری و در حال حاضر نامطلوب است. راه دوم و اصلی با ساختن فضای آزاد و مساعد صاحبکاری، فراوان گشتن محصولات مذکور و با وجود آمدن رقابت سالم مهیا می شود که در نتیجه به بالا رفتن صفت و پایان آمدن نرخ مساعدت خواهد کرد. همچنین فعال گشتن صاحبکاری در کشور جایهای کاری می سازد و توان خریداری مردم را بالا می برد. اکثر کاربران تحلیل عبدالخلیل خالقزاده را جانبداری کردن نوشتند که او وضع نرخ‌ها را به گونه عینی و خالصانه به رشته تحلیل کشیده است. ضمناً پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان نیز در پیام شادباشیش به مناسبت فرا رسیدن ماه شریف رمضان تاجران را از عاقبت‌های بالا بردن نرخ‌ها در این ماه شریف هشدار داد.